جان اینقدر ماشین خودش چی که پس هم بلا زند. کارلا زودتر باش، زودتر راحت را یاب نباشد نمیرسیم. اکا زود میرویم و لیکن آخر این احوال را بیندن. حاضر من میدونم چی کار کنم. جمال سلاحت را با من ده و خودت بریز. رو لباسی پسرم را بر. اینجا یا با مراسم فرانخانی پسر شما میرویم یا با گوریستان، دیگر هیچ کجا. خودت رو نجات ده. یک چند تیر دیگر هست، بار دیگر حمله کرده میتوانم. بابا جان پدرم لباسم رو می آورده باشم. مانندی خوجه خیزر میرساند انشالله. نگران مباش. رو به نظیر رفیقانت رو. مایلش بابا جان. سال رفته ماشین را کار کند. چرا خاموش شدن؟ گریز آخیر. خود رو به دست گیرد بخورم. یک جایم میرم. لا اله برادرم افتادگان را به دامی خود می‌افکنم. به دامی خود. اومدم برادرم، اومدم. ما رو نجات بدید. همین دیگه سکوت کن. یه شب بیشرف ها. شست و چهار 72 احوالتان چی طور است؟ من خوبم. حاکان یردار است. احوالش وزنیم شد. شما خود را نمایان نکنید. کمی دیگر طاقت کنید. اما مالش جمال دیگر نمیتوانم. طاقت کنید برادرم. تازه
آفرین برادرها، آفرین. اکه یاریف باز یکان شغال مان؟ ای شرها آیان، شغالها فرار میکنن. کارلوس تو چه حال داری؟ زحمتون رو گذاشتید اکه. همین که آفرین برادرها. خدا از شما راضی باشه. اله رفت. تشکر به همه. طاقت کنید برادرم، طاقت. احوالتان چطور برادر؟ برادرم حاکان یاره‌دار شده است. من حاضر لباسی نسیم رو گرفتم میبرم. مالش برادر. السلام علیکم. نامش چیست؟ این حاکان است. حاکان برادر خود رو به دست گیر. انسان بهترین بوده برادر. جانت را سپر کردی و برادرت را نپنداختی. ماشین بود میتوانستی فرار کنی. نخود من برادرم رو پرتایم. جانم فدایش بادا. تمام شد. یاری تجلی آمد. آرام باش. خدا خواهد نجات میابی. تو که نگرفتی اول خدا، بعد ما همه آنها را نابود ساختیم. الهی همیشه همین با جسارت باشه. اکه پسرشون مراسم قرآن خوانی دارند. باید با او لباسش رو ببرم. میبریم برادرم، فقط تو راحت باش. پسرم برای انتظار. همین از وصیت من. خود را به دست گیر. حاکان هم عسکریش را میبینی هم دامادیش را انشاءالله. ظریف تو اینجا با او باش. خب برادرم تو با من بیا. در پناه خدا باش، حاضر میآیم. نگران نباش برادر، لباس پسرت را برده میرسانند انشاءالله. اماکی جمال پدرم کجایم؟ عاجلا کارشون برآمد. میآیند انشاءالله. نسیم جان، من عارف. پدرت گفت که پسری من بسیار خوب قرائت میکنه. فرصت را از دست ندهم، گفت زود آمدم. این را گیر. پدرت روان کرد. واه، نه پناه بوده است. خیر رفته پشت نسیم جان. را پسرم را. خوش جمال، روی راست گپ زن. چی واقع شد؟ خوش. امک جان، نام من عارف امیر. نیم ساعت پیش عملیات جدی شده گذشت. برادرمان حاکان قهرمانه خوب نشان داد، اما متاسفانه زخم برداشت. حالا در بیمارخانه است. پسرم. امک امک جان، نباید نسیم از این حال خبردار شود. خدایا. من تیار. بسیار عالی. نسیم جان به تو میزیبم. زیبیده است. نصیب کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خیریت که سلاح را به سر دیگر کس نه به سر خودت گذاشتی. هنگامی بیان کردن حادثه در امنیت بسیار رنج دیدمی. نخود من به هیچ چیز به سر کسی سلاح گذارم. صالح، اما باز هم میخواهند تو را آزاد کنند. با این احوال من به کجا میروم؟ گفتند اگر لازم باشد به نفقه میبراریم. این خیل نمی شود. احتمال است که پایهای من البته شفا مییابند. برای صحت شدن شاید سالها سپری می شود. صالح، صالح، آخر چی کار میکنی؟ صالح، چی کار کردنی؟ مدیر، لطفاً صالح، راهی دراز با قدم اولین آغاز میگردد. شاهد اولین قدمم شماید مدیر. به گردن من آنقدر باری گران میگذاری صالح، اما اگر لازم آید گردنم را پخش کرده گذر صالح. از آن که با این احوال به نفقه برایم بهتر است که بالای این کرسی شهید شوم. الها از اینجا خبری خوش شنویم تا به نزد نسیم با مژده برگردیم. دیدید ها که چگونه ما رو به دام افشاندند. خبری بعد روز داده پلیس رو به دام خود میبرن. جسارتی که شما نشان دادید برای مغلوب ساختن 10 تروریست زمینه گذاشت. کی میداند که چقدر دام ما را انتظار است. حکم جانم پسرکم، جان و جگرم. جمال پسر من کجاست؟ جمال گفزم. خدا شاهد که جانم رو سپر کردم مادر جان. پسر من کجاست؟ مرا نزد او برد. آرام شوید مادر جان. نزد پسرم برد. التجا دارم. مادر جان. پسر من، جان و جگر من کجاست؟ او را به من نشان دهد. التجا دارم نشان دهد. خبر را شنیده دویده آمدم، حتی پای افسال را هم نپوشیدم. کجاست؟ خان من کجاست؟ جان و جگر مرا به من نشان دهد.
نشان ده پسرکم را بابا والا هم زیر نشان نظارت ده. ما هم در آمدن نمیتوانیم انتظاریم خوب میشود انشاءالله مادر اکای جمیل تا پولی تاکسی را دادم که دویده آمدم احوال یکم شده برادرت اونجاست ما نیز انتظاره چگونه در مرکز شهری کار می شود نخود که نه امنیت نوار گیرک نداشته باشد شما چی کار میکرده؟ دامی آنها افتیدیم یوسف با قدر توانمون مبارزه برده مانده نخود آنها در شهر تیرپرانی کردن شما در کجا بودید؟ پسرکم کجاست پسرم کجاست پسرم جگر بندم خدایا خداوندم کیست؟ تیری لعنتی با آدمی بیگناه رسد همه در کیف و صفا پسرکم همه در کیف و صفا آرام شوید جناب گوش کن دادر برادرت مثل قهرمان حقیقی جنگی اگر بیمیره چی کار میکنید؟ مدالی آهنین میدهید؟ احوال یکم چی خیل دکتر؟ چی شد دکتر؟ گپ زنه دخیر افسوس خدا صبرت کند مدد یا نور عین محمد مصطفى مدد یا جگر پاره زهرا مدد یا شهید کربلا آمان söyle مادر جان آرام شد بدون با درس بگیر خواهش
پسرم آه پسرمه آه پسرمه آه پسرمه پسر جانمه تا ما سر بالا کنیم. شما به پا خیزید تا ما در برابر این بیناموسان به پا خیزیم. برخیزید مادر جان. حقا که پسرتان ما را نظاره دارد. برخیزید تا به شهید سلام گوییم. خواهش میکنم برخیزید مادر جان. همه تون برخیزید گفتم. کسی نگرید. برخیزید. کسی غمگین نشود. همیشه استوار باشید. شمایان به وطن صادق باشید. اتفاق باشید. پسرم از شربت شهیدی نوش کرد. آیا از این بالاتر چیزی هست؟ اگر 1000 فرزند می داشتم همشون را فدای وطنم می کردم. همشون فدای شما بود پسرم. خداوند مقام شهید را به ما نیز نصیب بکند. آمین. نباید چون حاقان خون جان سران وطن ریزد. عارف از تو یک خواهش دارم. بفرما جمال. من هم میخواهم به گروه شما شامل باشم. میخواهم در یک جایگی با شما بر ضد این نابکاران مبارزه برم. باورم نمیآید. عارف شوهرم را عارف برانده بوده است. قاتل شوهرم عارف. من این کارایی خیلی نمیگذارم. با من ده. من هم همون رو میتونم. خودم میکنم. یک روی میکند یک روی. من هم گفتم میگوید که این مثل ناقل های کامپیوتر نه. همه کار از دستم میآید. گرچنده مثل تو اختصاصم الکتریک نباشد هم، اما این کار را هم میتوانم. زیاد کردی. بیا مان. ما علودان رو درست کردیم، ولی هزم لازم است. هزم عجایب. بولت کجا باشد؟
اکا لیکن ناقل‌های خانه‌تان را مثل میدان‌های المپیک کردیم. سلامت باشید بچه‌ها. باز من فکر می‌کردم که از دست شما فقط حمله کردن میاد و خلاص. اکا کار اینها فقط بستن و کشیدن این روی من بولتر رو نیافتم. من یافتم. انا مرا جر زدید. چرا میخندی؟ و یگان جای من پوشیده است. برادر در خفا یک تبر بود. من همه رو میکفتم اما این دیوانه باشه رفته تو را آورده. چیکار میکردی تبر؟ هیزو میشکستم. انا شکستم من. اینها رو چطور شکستی؟ انا این خیلی در حقیقت ما رو حیران کردی. زنگوله رو هم درست کرده است. در رو کشو آخه. مایلش زود هنگامی امضا کردن عریضه شکایتی عارف امیر کمی به اندیشه فرو رفته بودم، ولی اکنون میدانم که کاری درست کردم. سبب این سیدی است مدیر. این را از کجا دریافت کردید؟ از شخص نامعلومی خبر رسان. با این نوارها استنتاق شدید خواهد گذشت. عارف امیر باید در حال زیر نظارت قرار داده شود و باید پاداشی عملش را بدهد جناب مدیر. معلوم شد که قوطی پوچتاتون سوخته است. من نوش رو میسازم. انا این به شما. اوراق رسمی چی باشد عجبا؟ بخیر است اکای صالح؟ بچه ها شما بسیار می ندارم که جمع شده خانه مرا تعمیر و برقرار کردید. تشکر زیاد بچه ها. اما خانومی من، مقصد خانومم از من جدا شدن است. این باشد خط طلاق. خوب گفتند. خاک پایش را زر کردم، خوش دامنم گفت چرا الماس نه. نخواد که افسوس سردارم، صد افسوس. صرف برای اون که تو جدا شدن را قبول کردی من دعوا نمیکنم. آخر وی در خانه من چیکارهای نکرد؟ قسم به خدا که حیاتش را میسوزاندم. میدانم مادر، همه چپه و راسته شد. اگر این راهی حل مسئله باشد بگذار همین خیل شود. اگر از جدا شوی دست کشد هم این برای او درس میشود. من بعد در یگان جای خوب کار میکند. با خدا گفتن کار بود نمیشود. دادا جانم مرا نپرتوفته است و نمیپرتوید. میبینید ایست من با او گپ میزنم. بس رو گشت میبرم همه چیز رو فراموش میکند. آخر او کودک است کودک. اما این حق است. این نشان داد خود رو بینید. این گونه جنایت میشود. در کجای دنیا چنین وحشانیت است؟ باید